قراره درباره انگیزه حرف بزنیم. نه اون انگیزه‌ای که فقط تو پست ها میبینی، بلکه حقیقت هایی که وقتی تنها میشی کم کم میفهمی. 12 حقیقت تلخ درباره انگیزه که کسی بهت نگفته. 1. انگیزه قابل اعتماد نیست چون میاد و میره. 2. اگه منتظر انگیزه بمونی خیلی کارها هرگز شروع نخواهد شد. 3. بیشتر آدم‌های موفق بدون انگیزه شروع کردن. 4. انگیزه نتیجه عمله، نه دلیلش. 5. روزهایی هست که ادامه دادن هیچ حس خوبی نداره. 6. کسی که همیشه با انگیزه است معمولاً هنوز شروع نکرده. 7. عادت از انگیزه هم قوی تره. 8. تعهد روزهای سخت و بد ساخته میشه، نه روزهای نیک و خوب. 9. انگیزه وقتی میاد که ببینه تو جدی هستی. 10. خستگی تنها دشمن تو نیست، بلکه توقف خیلی خطرناکه. 11. هیچ کس برای نجاتت نمیاد و این خودش یک حقیقته. 12. ادامه دادن بدون انگیزه همون چیزیه که مسیر رو عوض میکنه. اگه این حرف ها به کارت میاد، اگه دوست داری هر هفته از این حرف ها بشنوی، سابسکرایب کن. نه برای عدد، برای ادامه این مسیر.